بسم الله الرحمن الرحیم. د افاق انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. په ایران کې اقتصادي لاریونونه له مدني حالت څخه په تاوتریخوالي بدل شوي دي چې له امله یې هغلته عامه او مذهبي ځایونه هم ویجاړ شوي دي. په دغو لاریونونو کې ویل کیږي چې ځینې بهرني لاسونه هم شته دي او ویل کیږي چې دغه لاریونونه که نور هم دغه ډول دوام وکړي نو پایلې به یې ډېرې زیاتې ناوړه وي. اوس پوښتنې دا دي چې دغه لاریونونه ولې رامنځته شوي دي، پایله به یې څه وي، او آیا رښتیا هم په دغه لاریونونو کې د ځینو بهرنیو لاسونو امکانات شته دي او که نه. په همدې تړاو سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید محسن حسینی میلمه دی. سلام، خوش آمدین به برنامه. علیک السلام، سلامت باشین انشالله. در خدمت شما هستیم. خب حسینی صاحب، تقریبا 14 روز میشه که در ایران اعتراضات اقتصادی جریان دارد و گفته میشه که این اعتراضات از حالت مدنی به حالت خشونت تبدیل شده. دلیل چی است و دخالت خارجی ها مانند ایالات متحده و اسرائیل را چقدر محتمل میدانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سپاس از جناب علی و همکاران شما در خبرگزاری خوبی آفاق. در رابطه با تحولات در داخل ایران باید عرض کنم که اولا که بسیار جای تأسف است و متأثر شدیم، هم دولت افغانستان و هم ملت افغانستان، از وضعیتی که در داخل ایران به وجود آمده و در اینکه در داخل افغانستان با توجه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اسلامی است، کشور مسلمان است و مشترکات زیاد ملت افغانستان و مردم افغانستان با کشور جمهوری اسلامی ایران داره. ما روابط بسیار خوبی دولت افغانستان با دولت ایران داره و ما کشورهای مهاجرپذیر افغانستان هست و تجارت بسیار کلانی را افغانستان با ایران داره و همچنان مشترکات فرهنگی و دینی و مذهبی با ملت ایران و دولت ایران داره. بنابراین هر نوع تحولی که در ایران به وجود بیاد و یا کشورهای همسایه، یقینا افغانستان و مردم افغانستان از اون متأثر میشه و هیچ وقت خواهان یک ناآرامی و اغتشاش یا مشکلات در داخل کشور ایران و به عنوان یک همسایه خوب و همچنین کشورهای همسایه در دنیا و در مجموع در بین کشورهای اسلامی، افغانستان، مردم افغانستان، دولت افغانستان نبوده و نخواهد بود. خب این اعتراضات مدنی چرا در ایران به خشونت تبدیل شده؟ دلیل اصلیش چی بوده؟ در رابطه با سوالی که شما فرمودین باید اینجوری عرض بکنم که خب این دفعه اول نیست که در ایران تظاهرات برگزار میشه، اغتشاشات یک مجموعه، یک حلقات خاصی که اونها یقینا دستور از خارج از ایران میگیرن و عملا در پشت این قضیه اغتشاشات و این خلاصه مطالبات نامشروع که به هر حال یک مجموعه دارن به عنوان معترض، اینا دستشون خارج از ایران میگیرن. شما اظهارات مقامات آمریکایی ها، ترامپ و مقامات بلندپایه آمریکا و همچنان اسرائیل و بعض از کشورهای دیگر را شما در این روزا به عنوان خبرنگار ازش خبر دارین، رصد دارین میکنین و در دنیا هم به هر حال برای همه مردم روشن است که آمریکا و اسرائیل به جد به دنبال ناآرامی در ایران هست، به دنبال به هر حال اغتشاشات در ایران هست، مردم را تحریک میکنه و همینطور حلقات به هر حال منفوری مثل به هر حال پسر شاه سابق ایران که مردم را تشویق میکنه به تظاهرات. همه اینها معلوم میشه که دسته های در خارج از ایران در دنبال این رقم تحولات و مسائل داخل ایران هست و گرچه اون چی که در این چند روز و در این ایام در ایران داره میگذره، اینا را نمیشه بگیم که اینها مطالباتشون مطالبات مشروع هست، به خاطر از که اول قضیه اگر شما ببینید اعتراضات به خاطر گرانی هایی که در ایران
به وجود آمده بود. موضوع خورد و خوراک، موضوع قیمت های اجناس داخل ایران، موضوع پس چرا دلار. این اعتراضات از حالت مدنی به خشونت تبدیل شد؟ عرض میکنم خدمت شما، به این شکل شروع شد که مردم اعتراض کردن و این حق همه کشور ملت هاست، متعلق به ایران هم نیست، متعلق به هر حال همه ملت هاست. همینطوری که شما عرض بکنیم همین روزا ما تظاهرات بسیار کلان در خود داخل آمریکا داشتیم که به دولت ترامپ اعتراض داشت و همینطور در اسرائیل داشتیم و در خیلی کشورها. ولی به خشونت تبدیل نشد. مردم چرا در خیلی از موارد اگر شما ببینید تظاهرات در حتی در خود آمریکا به خشونت تبدیل شده. به هر حال طوری که در ایران تبدیل شده، این رقم در آمریکا و در سایر کشورها عرض بکنم. اگر اجازه بدین من توضیح میدم خدمت شما. اما اینکه در ایران مردم به خاطر مسائل گرانی تظاهرات کردن و مطالبات از دولت داشتن و این تبدیل شد به خشونت و اغتشاش گری و کسانی که به هر حال از قبل هم شما در دوران گذشته هم دیده بودین که مجموعه زیادی که اینا دستور از خارج از ایران میگرفتن به دنبال تشنج داخل ایران بود. و اگر کسی که تظاهرات داره، اگر کسی مطالبات مشروع داره، اینها اموال دولتی را آتش نمیزنن، اینها که به ماموران دولتی تیراندازی نمیکنن، اینها که اموال شخصی و فردی مردم را به اماکن عمومی صدمه نمیرسن. به هر حال تظاهرات مشروعی که مردم به خاطر مشکلات اقتصادشون داشته باشه و حق هر کشور و هر به هر حال مردم هم هست. اما اینکه یک مجموعه آمدن از این تظاهرات سوء استفاده کردن و این تظاهرات تبدیل به اغتشاش کردن، این تظاهرات به علیه دولت شعار دادن، علیه رهبری اون کشور شعار دادن و آمدن به هر حال اماکن مردم آتش زدن، خانه های مردم آتش زدن، به نیروهای نظامی و انتظامی حمله کردن. یقینا معلومه که در پشت این این اقدامات با همان اهداف اولیه که همی معترضین داشتن مطابقت داره یا خیر؟ 100% اعتراضاتی که در همین چند روز برای فعلا در جریان هستش، اینا یقینا مثل همون جریانی که در گذشته در ایران اتفاق افتاد و این دوتا با هم کاملا مطابقت داره و جدای از هم نیستن. همون حلقات و همون افرادی که باقی مانده از اون افرادی که در گذشته بودن، این به هر حال اسناد و مدارکی و اعترافاتی که سران این مجموعه سنی صاحب در ایران وقتی که اعتراض شد در اول یا گفتن که به خاطر گرانی و قیمتی این اعتراضات شده، ولی بعدا یا دست دادن به تخریب اماکن، تخریب مساجد، تخریب مارکت ها و بازارها. این چی رقم مطابقت داشته میتونه؟ چون در اول خویا به خاطر اعتراض کردن که قیمتی و گرانی بود، بازپسان اماکن یا تخریب کردن. این دو تا موضوع از همدیگه دو تا جداست، این اصلا ارتباطی با همدیگه نداره. موضوع اعتراضات به حق مردم ایران به خاطر گرانی ها با اون چی که امروز مجموعه های فرصت طلب، مجموعه‌ای که از خارج از ایران دستور میگیرن، مجموعه‌ای که از شاه دستور میگیره، از اسرائیل دستور میگیره، از آمریکا دستور میگیره، با او خواسته های مردم، خواسته های مشروع مردم از هم دیگه با هم دیگه اصلا مطابقت نداره. یعنی دو تا موضوع هست. اینا اعتراضات موضوع گرانی بود، اعتراضاتی که همین مجموعه های فرصت طلب، همین مجموعه که دستور خارج میگرفتن آمدن استفاده کردن از این فرصت، اینا آمدن تبدیل کردن به اغتشاشات. اینا در اونجا منافع و مدافع خودشان را علیه حکومت، علیه نظام شعار دادن و همه اینا مشخص است که در پشت پرده کسان دیگری هست و افراد و اشخاص حجر شده و اینا همینطوری که اصلا عرض کردم شما در جریان هستین. افراد زیاد را نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی ایران دستگیر کردن که اعتراف کردن که اینها از پول میگرفتن از خارج از کشور و اینها به این مردم، یک تعداد از جوانان دختران که به هر حال اونها جاهلانه وارد این موضوع شده بودن، به اینها پول میدادن که اینها بیان اغتشاش بکنن و وضعیت کشور را به طوری جلوه بده که انگار این نظام سقوط میکنه و این مردم دیگه این نظام نمیخواد. گرچه با تظاهراتی که دیروز و پریروز در تمام شهرهای ایران شد نشان دادن که مردم پایبند
پایبند به این نظام هست، مردم پایبند به همین دولت هست و از این دولت جدا شده نیست. خواسته های خود داره ولی پابند به همین نظام است. خواسته های خودش داره، خواسته های همه مسئولین هم میگه، حتی رهبری ایران هم همین موضوع رو تاکید دارن که به هر حال به صدای مردم گوش بدین، به حرف دل مردم گوش بدین، مشکلات مردم رستگی شود و مردم و این حق مشروع مردم هست که به هر حال مشکلاتش باید رستگی شود. بیشتر در جریان سخنانتان گفتین که چند وقت پیش هم این رقم اعتراضات به میان آمده بود، چندان نتیجه نداشت. چی فکر میکنین که این بار نتیجه خاص خود داشته، شاید داشته باشه یا خیر؟ خب من باید برداشت ما با توجه برای شرایطی که به هر حال در ایران وجود داره، سیستم های امنیتی که در داخل ایران هست و او به هر حال عشق و علاقه که مردم ایران نسبت به این نظام اسلامی که داره در اونجا، یقینا چنین اغتشاشاتی با یک مجموعه های اندک نمیتونه وضعیت ایران را خراب بکنه و گرچه در چند روز به هر حال افراد هم به هر حال تیراندازی کردن، نیروهای نظامی هم کشته شدن، تخریبات زیادی هم داشتن بر اساس همون گزارشاتی که تمام رسانه ها پخش کرده، ولی به هیچ وجه ما یقین دارم که نظام ایران به هر حال صدمه نمیبینه و این باعث میشه که افراد و اشخاص و حلقات موره های اصلی این جریان ها در این وضعیت، در این شرایط اینا بیشتر شناسایی میشه، همونطور که شناسایی کردن و این تا زمانی که هر کشوری، هر دولتی از خارج از کشور صدمه نمیبینه، در داخل کشور هست که صدمه میبینه، در بین مردم وقتی که به هر حال حرکات را انجام بده بیشتر صدمه در داخل خود مردم به وجود می آید. لذا این علاقات، این موره های اصلی که اجیر شده ی آمریکا و اسرائیل و خارجی ها هستن، اونا شناسایی شدن و شناسایی هم میشن و این تحولات نمیتونه وضعیت ایران خراب بکنه. خب ما شما میفهمیم که در این معترضان دو گروه است، یکی که میخواهد در ایران قیمتی و گرانی کنترل شود و یکی که از این فرصت میخواهند استفاده کنند، مثلا بعض اماکن تخریب کردن، مساجد تخریب کردن، بازارها را تخریب کردن. چی فکر میکنین کسایی که هدفشان ایجاد شکاف اجتماعی در ایران بود به آن هدف رسیدن یا خیر؟ خب اونا تلاش دارن، رسانه های وابسته به اونها تلاش دارن وضعیت ایران، وضعیت متشنج، وضعیت خراب شده، وضعیتی که مردم از این نظام جدا شده به میدان آمدن، حمایت نمیکنه دیگه، به این شکل نشان بده. اما واقع موضوع این نیست، واقع موضوع همین هستش که مردم توده عظیمی از مردم ایران که صحبت میکنیم، این تقریبا صحبت 80% 90% رو من دارم میکنم، حالا یک 10% یا 15% که به هر حال اینا ناراض هستن، یا خواسته یا نخواسته، یا عالمانه یا جاهلانه، به هر حال دیگه مردم با این نظام هست و از نظام جدا شدنی هم نیستن، چون ایران یک کشور اسلامی هست و در اونجا احکام شریعت پای بر جا هست. اینی که شما ببینید یک کشور اسلامی، یک مجموعه که در اونجا همه دین اسلام هستش، اینا اگر کسی که دنبال مطالبات شرعی و اسلامی و دینی خودش هست، موضوع مطالبات گرانی هستش، اینا چیکار در مسجد دارن؟ اینا چیکار در تکیه خانه دارن؟ اینا چیکار به اماکن عمومی دارن؟ چیکار به مترو دارن؟ چیکار به حال میلی بس دارن؟ مشخصه کاملا که اینا کسانی که آمدن مسجد آتش زدن، کسانی که آمدن اماکن عمومی آتش زدن، کسانی که آمدن در نیروهای نظامی و انتظامی خودشون با تیر زدن کشتن، یا کسایی که آمدن یا مرگ بر حال این دولت شعار دادن، همه اینا معلومه که اینا حلقاتی هستن فریب خورده و حلقاتی هستن که از خارج کشور. بعضی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که اگر این اعتراضات در ایران کنترل نشود شاید به سقوط نظام ایران پای یابد. آیا فکر میکنین که همین رقم یک چیزی شده نیست یا خیر ایران این کنترل خواهد کرد؟ خب من عرض کردم پیشترم به شما، عالم بازم تاکید میکنم روی این موضوع که دولت ایران با این رقم
تظاهرات اختشاشات اندکی که به وجود آمده اینا به هر حال ساقط نمیشن. یک کشوری که امروز از نظر نظامی و از نظر قدرت با دنیای شرق و غرب داره، خصوصا با غربی ها و آمریکایی ها مقابله میکنه و به هر حال غربی ها خب یا خب میتونن که کت اسرائیل مقابله بکنن، امریکا مقابله بکنن، ولی گروه هایی که در داخل کشورشان ایجاد شده از خود مردم کشورشان است، آیا فکر نمیکنید که یک زیان بسیار قوی وارد خواهد کرد؟ من میخوام که شما اجازه بدین که من مطلبم تمام بشه، چون وقتی که مطلب تمام نشد ممکنه همین مصاحبه پخش بشه و برداشت های به وجود بیاید. سوالی که میفرمایید اجازه بدین که ما سوال تمام بکنیم. ببین من به این برداشتم همونطوری که پیشتر عرض کردم، عالم به معذر شما عرض میکنم که دولت ایران یک دولتی بسیار مقتدر هست، یک دولتی که سیستم‌های امنیتی بسیار پیچیده و کلان داره و مردم ایران 80 تا 90% حامی این نظام هستند. شما در تظاهرات دیروز پروز دیدین که چی جمعیت عظیمی آمدن اینها به حمایت از این دولت. لذا با اختشاش یک مجموعه 4-5 هزار نفری در بعض از ولایت ها، در بعضی ها کمتر یا بیشتر، که حمله میکنن، اماکن عمومی آتش بزنن، مساجد آتش بزنن، مسائل ناامنی به وجود بیارن، به مردم عادی حمله بکنن، به افراد اشخاص را بگن شما با فلانی مثلا اگر مرگ نگی او را بگن لتوکوب بخوام بکنن، با این چیز این نظام ساقط نمیشه و مطمئن باشین که اینا زودتر این برداشت ما همینجا هست. چون ما تبع افغانستان هستیم، برای ما به هر حال وضعیت ایران و همه کشور همسایه مهمه، همینطور که برای دولت افغانستان، برای ملت افغانستان مهمه و ما برداشت این هستش با توجه به یافته هایی که از وضعیت ایران ما داریم، به خاطر این موضوعات دولت ایران سقوط نخواهد کرد و اینا زودترین وقت کنترل میشه. همینطور که از دیشب تا امروز شما اگر اخبار داشته باشین وضعیت تقریبا کنترل شده. وقتی که در ایران اعتراضات میشه، طبیعی است که یک گروه ای را تنظیم و ترتیب میکنه، باز امور رقم یا پیش میرن، ولی بعضی گروه های دیگه هم به میان میاد که امی اعتراضات آسیب میزنند و کاری که امی معترضین نمیخواین امو کارا را انجام میدن. آیا فکر نمیکنین که اینی اعتراضات که حق مردم است که یا حق خود از دولت ایران میخواهد، اینی اعتراضات آسیب میرساند و آهسته آهسته شاید در ایران هم فردا کسی نباشه که به اعتراضات احترام بگذاره؟ خب این موضوع را هم مردم ایران فهمیدن و هم دولت ایران فهمیده. همینطوری که صحبتایی که آقای خامنه‌ای داشت، شما اگر با دقت گوش کرده باشید، مقامات ایران داشتن، هم مردمی که به عنوان اعتراض به گرانی ها، مطالبات در رابطه با موضوع گرانی ها در میدان آمده بودن، اونا هم متوجه شدن که ما خواسته ما چیز دیگه بود، ما خواسته ما موضوع گرانی بود، ما خواسته ما مطالبات سفره معیشتی مردم بود، اما این موضوعی که یک مجموعه آمدن با این مجموعه وارد شدن و اینجا آمدن این مسیر را عوض کردن، این هم مردم ایران فهمید، هم دولت ایران فهمیدن. یقینا اونها هم دیگه در صحنه نیامدن، یعنی اون خواسته هایی که داشتن، خواسته هایشون به هر حال کنار گذاشتن، به میدان دیگه نیامدن. اما اینکه دولت ایران باید به خواسته های مردم تن بده، یقینا مقامات ایران به این نتیجه رسیدن که باید همینطوری که عرض کردن، همینطور که دستگاه رهبری ایران گفتن که به هر حال مطالبات مردم گوش بدین، مشکلات مردم حل بکنید، وضعیت مردم خراب است، به این مشکلات رسیدگی بشه. یقینا که صف اون مردمی که به عنوان اعتراض در رابطه موضوع گرانی با اون مردمی که دنبال اختشاش و دستوری از خارج میگرفتن، یقینا صف اینها جدا هستن و تکلیفشون روشن است. تاثیر رسانه‌های خارجی بر تصویرسازی از اعتراضات ایران چگونه است و آیا امی خواستای بیرونی که مردم دارن ایره به دنیا نشان میده یا خیر چیزایی که خود ایرانی ها و امی معترضین ایران میخوان ایره به مردم نشان میدن؟ رسانه هایی که به هر حال طرفدار به هر حال اغتشاشات، طرفدار
برکناری نظام ایران هست، مثل اینترنشنال، مثل BBC، مثل شبکه‌های دیگه، اینا یقینا هم در گذشته نشان داده و هم حالا داره نشان میده و تلاش میکنه. شبکه‌های مثل من و تو، خیلی شبکه‌های دیگه وجود دارن که حالا ما شاید یادم نباشه یا اسمشون ندانم، همینطوری که از رسانه‌ها و از فضاهای مجازی ما داریم میبینیم. همه اینا تلاششون این هستش که هر نوع اعتراضات به حق مردم ایران یا ناحق، یا حق یا ناحق، حقش هم که مردم در خاطر گیرانی داره اعتراض میکنن، خب یه حق مردمه. ناحقش چیه؟ ناحقش همین اغتشاشگرایی که به هر حال دستور میگرفتن از این فرصت استفاده کردن. اینو میخوان کلان جلوه بتین، اینو میخواد در انظار مردم در دنیا کلان جلوه بتین، به خاطر که مردم ایران دیگه این نظام نمیخواد، نظام آخوندی نمیخواد، نظام ولایت فقیه نمیخواد، نظام اسلامی نمیخواد و مردم یعنی رسانه ها زیادترش همون پالیسای غربی را بیشتر جنبه منفی داشته که همون به هر حال وضعیت در داخل ایران بد جلوه بتیه و به شکلی که به هر حال این مردم دیگه این نظام را نمیخواد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که ایران نباید بر معترضان فشار بیاورد، اما در ایالات متحده شاهد هستیم که معترضان به گلوله بسته می شوند. شما دیدین که خود امریکا چند روز پیش به ونزوئلا چی کرد. ما میبینیم که امریکا با اسرائیل در فلسطین چی میکنه. این از چه قرار سی رقم گپا و سخن؟ صحبت های ترامپ بیشتر صحبت هایی که حرفاش مضحک و خنده آور است، همیشه هم بوده و همین رقم بوده. یک دولت غلدور، یک شخص بسیار بی منطق دم از حقوق بشر میزنه، دم از انسانیت میزنه، دم از آزادی میزنه، دم از زن و زندگی و آزادی میزنه، در حالی که خودش یک آدم توریست است، یک آدم ربا، یک آدم دوست. دولتش میره در کشور دیگه، رئیس جمهور اونجا را زنش را میگیرن، برمیدارن میرن در کشور خودش محاکمه بکنن. و شما ببینید دیگه این منطق کجای در دنیا همچین ما هم فرمولی داریم که به هر حال این آدم داره و میاره در اونجا او رو محاکمه میکنه. و در کشوری که در خود آمریکا شما در همین 3-4 روز قبل شاهد بودین تظاهرات میلیونی در آمریکا خلاف تمام اصول و قوانین بین المللی، خلاف تمام اصول و قوانین بین المللی را انجام میده. ما 70,000 کشته در فلسطین داریم، ما یه همه آواره داریم، ما یه همه کودک در اونجا کشته شده، یه همه مردم در اونجا به هر حال به شهادت رسیدن. آمریکایی‌ها در کجا به هر حال به داد این مظلومین و محرومین کشیدن؟ در عراق اینا تجاوز کردن، در افغانستان اینا تجاوز کردن، در یمن اینا تجاوز کردن، در هر جای در پای بهانه هستن. در هر جایی که شما نگاه بکنید کشورهای اسلامی پای آمریکایی‌ها و اسرائیل در اونجا هست. امروز اون آمدن مدافع کشور ایران میشه یا مردم ایران میخواد بشه. همین وضعیتی که برای افغانستان یک چیزی که ترامپ گفته در صورتی که بالای آشوبگران شلیک شود امریکا وارد اقدام میشود. این بیانگری چیست؟ آیا راستی هم این رقم یک کار میشه؟ آمریکایی‌ها خواهد حرفا زیاد زدن، ایرانی هم همینطوری که دیشب هم شما اگر اخبار متوجه باشین وزیر خارجه دیروز اعلام کرد که ما خواهان جنگ نیستیم ولی آماده جنگ هستیم. ایرانی‌ها به قدرتی به تمام که اگر این دفعه اسرائیل و آمریکایی‌ها خطایی بکنن بنا به گفته خود مقامات ایران که از این قرینه هم همین چیز فهمیده میشه، اینا آمادگی دارن به شدت. و من به این میدونم که ترامپ به هر حال این صحبتایی که میکنه این صحبت‌های جدی باشه که شما اگه به معترضین تیراندازی کردید ما به شما تیراندازی میکنیم و تو چی رقمی تیراندازی میکنی. به هر حال اگر حمله بکنی، خب حمله کردی سابق به ایران، مگر شما حمله نکردین در ایران؟ اسرائیل مگر حمله نکرد؟ 12 روز جنگ ادامه پیدا کرد در ایران. ایران اگر مجبور میشه که به آشوبگران شلیک کند چی گونه آشوبگران خواهد بود؟ ایران اگر بفهمه متوجه باشه سیستم‌های امنیتی و دفاعی و نظامی و که عناصر و حلقاتی که لیدر این قضایا هست رهبری این قضایا را پیش میبره، به نظر من که حق مشروعش هست که باید جلوش گرفته شود. و اگر تظاهرات
به خاطر منافع عامه مردم باشه، مسائل گیرانی باشه، مشکلات مردم باشه، نارسایی‌های دولت نسبت به مردم باشه، حق مسلمی مردم ایران هستش که باید مقامات ایران هم همینطوری گفته بهش رسیدگی میکنه، رسیدگی باید انجام شود. خب حکومت ایران چگونه میتواند اعتراضات خشونت آمیز را کنترل کند؟ راه حل آن چیست؟ راه حلش این اگر اعتراضات مشروع باشه، حق مسلم مردم ایران هم هست. مقامات ایران هم اینطوری که دستگاه رهبریش گفته، مقاماتش گفته، با گوش میدیم، گفتگو میکنیم، دنبال صدد حل مشکلاتش هستیم. راه حل این هستش که هم دولت ایران یعنی مردم ایران سعی بکنن که تظاهرات انجام میدن، اعتراضات میکنن، این تظاهرات و اعتراضات سوء استفاده نشوه. هرچی که در داخل ایران وضعیت بدتر شوه، این اول به هر حال به ضرر خود مردم ایران هست، به ضرر همسایه هم هست. ما که افغانستان هم هستیم یقینا آسیب میبینیم. ما اونجا مهاجر داریم، ما اونجا ارتباط اقتصادی داریم، ما مسائل مشترکات زیادی داریم، ما ناراحتیم از این وضعیتی که برای فعلا به وجود آمده و یقین داشته باشید که دولت ایران هم به صدد حل مشکلات خواهد بود و به عناصر اغتشاشگر هم اجازه بیش از این تخریب اموال عمومی را نخواهد داد و جلوی کسانی که آمدن مساجد را آتش زدن، در اونجا حرمت شکنی کردن، به مقدسات دین اسلام توهین کردن، یقینا گرفته خواهد شد و مقامات امنیتی ایران جلوی این وضعیت را خواهد گرفت. در میان این معترضینی که تخریبکاران موجود است و مردم هم میگن، آگاهان مسائل سیاسی هم میگن که در پشت اینها امریکا و اسرائیل استاد است. آیا فکر میکنین که امی کشورهای منطقه باز در این کار دخالت بکنن و همراه امریکا و اسرائیل بشینن تا این موضوع را حل بکنن یا خیر؟ خب کشورهای همسایه و منطقه تا هنوز که اظهارات خاصی نداشته، گرچه پاکستانی های خباثت را انجام دادن. همه کشورهای همسایه از وضعیت ناراحت هسته. کشورهای عربی هم همچنان کدام اظهارات خاصی در رابطه موضوع ایران و مردم ایران نداشته. مسائل رو بیشتر اسرائیل و آمریکایا دامن میزنه، حتی دیگه کشورهای مثل روسیه و چین و بعضی کشورهای دیگه، کشورهای سرار کشورهای اسلامی کدام به هر حال موضوع خاصی نگرفتن و یا محکوم کرده باشن یا تشویق کرده باشن. این خباثت ها بیشتر کار آمریکایی‌ها و اسرائیلی هسته و اونها هم چهرهشون برای دنیا و کشورهای اسلامی مشخص هسته و بازی سیاست های غلط و فریبنده اسرائیل و آمریکا را ایران و کشورهای اسلامی نمیخوره و نخواهد خورد. بسیار زیاد تشکر حسینی صاحب که آمدین به برنامه و با ما اشتراک داشتید. سلامت باشید ان شاء الله. ممنون، تشکر از شما و همکاران شما ان شاء الله. بسیار زیاد تشکر. خیر باشه. ممنون. درنیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د افاق انعکاس خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل ښې چارې او ښه وختونه.